پاکوره یا پاکورا یک غذای اصیل از جنوب کشورمون. این غذا بسیار ساده تهیه میشه و مواد زیادی نمیخواد. 1.5 پیمانه یا 1.5 لیوان آرد سفید یا آرد نانوایی فرقی نمیکنه. 3 قاشق غذاخوری آرد برنج روش میریزم. توی نصف لیوان ماست 1/2 قاشق چایخوری جوش شیرین میریزم، هم میزنم و ببینین اینجوری پف میکنه و اونو روی آردها خالی میکنم. میتونین به جای جوش شیرین از خمیرمایه فوری استفاده کنین. نمک به میزان لازم، فلفل قرمز 1/2 قاشق چایخوری، 1/2 قاشق چایخوری پودر زیره سبز و تخم گشنیز مخلوط. معمولا سبزی گشنیز یا جعفری میریزن، اما من از پیاز چهم استفاده میکنم چون واقعا خوش طعمش میکنه. میتونین سبزی رو کامل خورد نکنین و بذارین یه مقداری درشت باشه. سبزی رو اضافه میکنم. یه پیاز کوچیک و 3 حب سیر رو خورد کردم و به بقیه مواد اضافه میکنم. من برای این اندازه مواد از 1 لیوان آب استفاده میکنم. 1 لیوان پر آب روی این میریزم. الان نصف لیوان ریختم و این هم نصف لیوان دیگه. بستگی به غلظت ماست داره که چه مقدار ماستون غلیظ باشه یا رقیق. مایه پاکورا رو برای 1 ربع میذارم تا استراحت کنه، چون جوشی شیرین داره زود به عمل میاد، اما اگر از خمیر مایه استفاده کردین تقریبا 1 ساعت بذارین تا به عمل بیاد. حالا سس رو درست میکنم. 1 قاشق غذاخوری سس مایونز، نصف قاشق غذاخوری سس کچاپ. سس کچاپ خانگیه و طرز تهیه اونو براتون میذارم. نمک، فلفل سیاه، 1 حب سیر و 1 قاشق غذاخوری گشنیز خورد شده. اینها موادی هستن که سس پاکورای ما رو تشکیل میدن. شما از هر نوع سسی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. من از این نوع سس استفاده میکنم. بعد حدود 2 قاشق غذاخوری آب روش میریزم و هم میزنم. حالا بعد از اینکه سس رو درست کردم روی حرارت توی قابلمه کوچیک روغن میذارم تا داغ بشه. بعد مایه رو که تو قیف ریختم به این شکل توی قابلمه قیف میزنم. میتونین قاشق قاشق بریزین، اونم راحته. کلن بدونین پاکورا یه شکل درست حسابی نداره. همینجور که میبینین پاکورا رو چند بار زیر و رو میکنم که نسوزه. باید کامل بپزه چون آرد داخلش خمیر نمونه. یه پاکورای خوب خوش رنگ، بیرون اون ترد، عالی و داخلش کاملا پخته.
این هم از داخل اون که کاملا مثل یک کیک اسفنجی شده. و این پاکورا با این سس واقعا خوشمزه است. جای همه شما خالی. خدا نگهدارتون.